با سپارش پرزیدنت مملکت امامعلی رحمان برای طبابت ضرردیدگان مناقشه اخیر در مرز طبیبان ورزیده جلب شدند. در این راستا رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده و فرمانده قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان رجب‌علی رحمانعلی در بیمارخانه مرکزی شهر اسفرت جراحت برداشتگان مناقشه‌های اخیر مرزی را عیادت نمودند. ضمن عیادت زخمیان درگیری‌های اخیر اطلاع داده شد که با دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان برای طبابت ساکنان ضرردیده طبیبان ورزیده ولایت جلب گردیده بیماران با داروواری و خوراک گرم و اشیاء ضروری تامین کرده شدند. افسران و سربازان تاجیک با بهای جان خود مرز و بوم وطن را از هجوم مسلحانه و عهدشکنانه حمایت کرده با از خودگذشتگی قهرمانی نشان دادند. اطلاع می‌دهد مرکز مطبوعات رئیس ولایت سوخت در نتیجه هجوم تجاوزکارانه نظامیان قرقیزستان چندی از افسران و سربازان قسم‌های نظامی که جراحت گرفته بودند به طبابت فرا گرفته شدند. وضع ضرردیدگان تحت نظارت شبانه‌روزی کارمندان صحه طب قرار دارد.